سلام برعکس یوتیوب، به برنامه 67 خوش اومدین. ببخشید من مریض بودم، واسه یه ماه مونده بودم. دکترم که بیزیه، محمدم که داره اشغال میکنه، هیچ کاری نکرده که منم مثل چی مریض بودم. یعنی تو اومدی یه روز اینجا بودی، مریضی تو دقیقاً دادی، منم رفتم سری رفتی، منم عین همون مریضی رو گرفتم واقعا. خلاصه آقا شرمنده از همه واسه این یه خورده دیر شدن و مریض بودن و این حرفا. رامین کینگرام هم معذرت خواهی میکنم واسه یه هفته دیگه، این هفته تو 1 ساعت با این و اون. دو تا چیز میخوام بگم قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم. یکی این که آقا وقتی میری خودتو میشوری، این صابون یا شامپو نیست که تو رو تمیز میکنه، این استهلاک یا این فشاری که تو داری میاریه که تو رو تمیز میکنه. لیف حالا لیف هم بزنی خوب، آخه لیف خودش باکتری میگه، لیف هم من دوست ندارم، ولی این پلاستیکی اومده خوبه. حالا کاری ندارم با اون. حالا همین که آقا می دستتو میشوری، دستتو به اینکه صابون خورده مطمئن نباش، بسا همه جا سکن یه جا بکشی که چیز میذاره بریزه که تمیز شی. چون من یه رفتم یه دونه چیز یه دونه نمایشگاه عطر اتکلون بود اونجا، وارد میشدی فقط انگار رفته بودی مثلا تو پریده بودی توی مثلا اتکلون، انقدر بو میومد که نمیدونی. بعد بغل یه سری آدمایی که از طرف میدلیست بودن، یه غذای تو خیابونش هم خیلی کثیفه، از اونها که رد میشدی خیلی چیز میشد، بوی گن میدادن. خب بعد میگفتم دیگه ببین بیای توی عطر بو گوه بدی یه لول دیگه ای. خب آخه اونا غذاهاشون هم بو میده لامصبا، یعنی بغل رستورانشون من تو رستورانشون میرم خیلی. خب من میگم شاید غذای ما هم بو بده. خب من اصلا من به خودم اون در برش میگردم، میگم برعکس میریم خودمون رو خوب بشوریم، خوب تمیز کنیم. این یک. دوم موضوعی که من می‌خواستم امروز اینجا بگم خیلی جالب بود برام. ببین من آقا داستان دارم که خیلی جالب، هم هادی هم جزء این کاراکتری که دارم صحبت میکنم، هم خودتو. من خب به خاطر رفیقایی که داشتم که مثلا معروفیت دارن و اینا رو میدیدم این ور اون ور، اینا همیشه سری فنا داشتن و فن همیشه فن می بود. من هیچ وقت ندیدم که اینا مثلا با یک فناشون رفیق بشن یا مثلا رابطه برقرار کنن، همیشه توی کار خودشون میموندن و منم فکر میکردم که این استایلشه که باید بری جلو. ولی من آدمیم که خیلی به قول معروف عشق دارم تو دلم، دوست دارم دوست داشته باشم، ولی انقدر دوستام کردن تو پاچم از دوست متنفر شدم، چون همیشه آدمای بد دور برم بودن. بعد که رفتم اولین بار هادیو دیدم، هادی گفت بیا پیش ما بمون. گفتم من میام یه روز پیشت هستم، اگه دیدیم تو با من حال میکنی منم با تو حال میکنم بیشتر مثلا میمونم. بعد که رفتم پیش هادی مثلا یه حالی به من داد که مثلا فیلم میتونی راجعش بنویسی، چون مثلا بگم باور کردنی نیست. خب خانومش میگفت باباش اومد اینجا کمتر حال داد به باباش، ببین چه جوری به من حال داده که خانومش اینو گفت دیگه. گفت بهم خود هادی گفت آقا من احساس کردم تو یه آدمی هستی که تو دوستی ضربه خوردی، من خواستم به تو نشون بدم که آقا همه آدما بد نیستن. خب و من میخوام آدم باشم. بعد من توی این داستان چیز شدم، میخوره شل کردم به این داستان که آره آقا چرا من نمیخوام با کسی که فن، یعنی که من نمیشناسمش اون منو میشناسه، خب معنیش فقط همینه، کسی که من نمیشناسمش ولی اون منو میشناسه، چرا من نخوام با اینو آشنا بشم و با این رفیق بشم؟ چون اون آدم آلردی اخلاقای منو میدونه و اگه با این چیزا حال میکنه بس احتمالاً شبیه من اخلاقاش، ریسپکتش مثل منه، کله خریش مثل منه، مهربون بودنش مثل منه، دست بازیش مثل منه، اگه بتونه خرج میکنه، نتونه نمیکنه، دروغ نداره بگه، فیلم نداره. خب این آدما که این جور آدما به من علاقه پیدا میکنن دیگه، خب من چرا نیام با آدمایی که اینجوریان من باشون رفاقت برقرار کنم؟ و تورنتو که بودم یه نفر بهم مسیج زد از فن و گفتش که من دوستم تو رو ببرم ساندویچ بخوریم. گفتم شور بریم. آدرس خونه رو فرستادم، اومد در گفت پایینم، هم دروازه کم نشستم تو ماشینش. وقتی نشستم تو ماشینش یه 10 دقیقه گفتم الان مثلا یارو مثلا میگه Who are you? Get out of my car. گفتم چرا؟ یارو مثلا یه هندی در بیاد، گفتم برو بیرون. بعد گفتم که نشستم، بعد گفتش که خوبی؟ بعد دیدم خب نه خودشه. بعد خودش پشمش ریخته بود، گفت چجوری تو به من اعتماد کردی این راحتی اینا؟ گفتم دود من دیگه میخوام شروع کنم با فنام دوست بشم، برای اینکه این آدمایی که خوبن و منم دوستم با آدمای خوب دوست باشم و حال و هول کنم و از این حرفا. و دو تا بهترین مثالش خودشه که دکتر هادیه و یکم دکتر محمد، که من واقعا از هر لحظه‌ای که با شما میگذرونم لذت میبرم. خواستم بگم جفتتون رو خیلی دوست دارم و منم فنتونم. ما هم 100% دوستت داریم. اولا که بعدم گیش نکن دیگه اینجوری شدی بعدت اومد. خب واقعا ولی کلا خوبیه، حالا
پیج تو چنل تو اینه که تو کوالیتی فنات خوبه، یعنی سعی کردی آدمایی که کوالیتی خوبی دارن و با دیدگاه تو خیلی نزدیکترن رو پیش خود نگه داری. فقط یه قول بزنم یه شبه همین که تو چیز نشدی. فنام همه خیلی آدم حسابی ان، هیچکی گل نمیزنه. این که نباید بد باشه. یه دونه فنمو ندیدم گل بزنه، یه دونه. چرا من یه چیزایی میدیدم میگفتن عمو سهیل ما مثلا گل هستیم. اون مثلا تو شیرازه میگه یه روز اومدی شیراز ما هم بزنیم. منم برم شیراز حتما میزنم، ولی یکی اینجا ولی نه دمتون گرم، خیلی آدم حسابین همتون، دوستتون دارم. ببخشید واسه حرف دین اومدم. خواهش می‌کنم. نه سوال حیوان من. بعد خیلی آره خلاصه خیلی ممنون سهیل جان. من اینو نمیدونم تا حالا تو اپیزودات گفتم یا نه، ولی زمینه آشنایی من و تو هم اینجوریه که من فنت بودم، اینقدر حال کردم با ویدیوهات که گفتم اینجوری نمیشه. توی یه موقعیتی بودم که میخواستم ببینم اگر من نبودم سهیل بود چجوری تصمیم میگرفت. باهاش وقت کانسالتیشن گرفتم و تو اون کانسالتیشن سوالمو گفتم و جوابی که داد خیلی خیلی خفن بود. یعنی فهمیدم که کار خوبی کردم کانسالتیشن گرفتم، چون من نمیتونستم بفهمم اون چجوری فکر میکنه. با اینکه میشناختمش می‌خواستم از پاور مغزش استفاده کنم، بگم تو اگه تو این موقعیت بودی چیکار می‌کردی. حرفی که زد خیلی بهم کمک کرد. قصد داشتم کانسالتیشن ها رو ادامه بدم که رفیق شدیم، بعد این اتفاقا پیش اومد. خلاصه دمت دیگه من الان کانسالتیشن میگیرم. نه من خودم همچنان ویدیوهاتو نگاه میکنم، همیشه یاد میگیرم و لذت میبرم. خب آقا دمتون گرم، عشق من این جفتتون. مردم خیلی 67 دوست دارن، یعنی من الان جدیدن کانسالتیشن که میگیرم قشنگ تشکر میکنن، میگن که به کسایی دیگه دارن میدن. دمتون گرم. و امروز یه چیزی که میخوام باز کنیم و داستان برنامه است، امروز راجع به کردیت اسکوره. کردیت اسکور اگه برای کسی نمیدونه چیه یا میخواد بیاد یه کشور خارجی زندگی کنه، اینجا فرض کن دیدی مثلا توی یه بانک میخوان برن وام بگیرن، بعد رئیس بانک رو باید بشناسی، یا مثلا یارو میگه بگو همسایت بیاد بگین آدم خوبیه یا چیزی گرو بذار. اینجا دیگه انقدر همه چی گنده شده، یه 2 نفرن تو کل آمریکا که این تصمیمو میگیرن. یکی اکویفکس، یکی ترانس یونین، حالا شاید سومیش هم باشه، چیزی اهمیت واسش نداره. این دوتا به قول معروف فضول محلن، پیش همه میرن، بانک، بقالی، کردیت کارت، نمیدونم H&M، زارا، هر جا که پول این ور میشه یا نسیه‌ای باشه، این میره میگه این محمد چطور بود، پول داد، سر وقت داد، چقدرشو داد. بعد اینم به بقیه آدما میفروشه. واسه من که میخوام به محمد پول قرض بدم، میرم به این میگم $20 بهش میدم، میگم پته محمدو بریز رو آب. اونم همه چی میریزه، میگه محمد اینه میخونی. تا 7 سال قبل اینا رو نگه میدارن، ولی یه سری اتفاقا اگه بیفته همیشه میمونه، مثل بانکراپسی و اینا. با اینکه میگن 7 ساله، وقتی که ازت سوال میپرسن تا حالا بانکراپسی کردی یا نه. واسه همین همه چی 7 سال نیست، ولی قانونا تکنیکلی همه 7 ساله. این میشه کردیت اسکور چیه. حالا میخوام از طرف کسی که تازه اومده و میخواد خودش رو بهتر کنه یه سری اطلاعات داره. میخوام محمد بگه راجع به کردیت اسکور چی میدونه، بعد من میخوام یه بازی بکنم با هادی راجع به کردیت اسکور، بعد همه از این توی بازی یاد میگیریم که کردیت اسکور چه کار میکنه. اولا که من تجربه شخصیمو میگم، وقتی 26 سال یا 27 سال توی مملکت خودت کلا کردیت اسکور، کردیت کارت و اینجور داستانا رو نداشتی و همش از روی کش استفاده میکردی و اعتبار خاصی چیزی نبوده که اعتبار سنجی بشه، وقتی یهو میای توی کشوری که خب این سیستم اعتبار سنجی هست، کردیت هست، کردیت کارت هست و اینا، به نظرم باید اصلا از اول هر کسی که میاد یاد بگیره چجوری ازش استفاده بکنه. این تجربه شخصی منه، به خاطر اینکه من خودم هم خیلی باهاش ور رفتم، خیلی بالا پایینش کردم و فهمیدم که خیلی باید مراقبش باشی. این در واقع کردیتی که روز اول حالا میخواد $500 باشه، $1000، هر چقدر کشوری مثل کانادا بهت میده یا بانک بهت میده، این اولین چیزی که به نظرم باید یاد بگیریم اینه که این پول ما نیست، این پول در واقع بانکه. این اصلا قرار نیست از اون، یعنی میگم اگر تو حسابت $1000 داشته باشی فکر کنی الان $500 کردیت گرفتی $1500. نه این اصلا
اولین چیزی که به نظرم خیلی مهمه باید اینو در نظر داشته باشیم که این اصلا پول بانک، پول شخص نیست، پول شما نیست. پس باید درست ازش استفاده بکنی. هر چقدر که پول تو حسابت بود از کردیتت خرج بکنی، بعد صافش بکنی بالانستو که به کردیتت ضربه نزنه، چون که این کردیت از روز اول شروع میکنه به ساخته شدن و تو هر چقدر که بهتر نگهش داری تو آینده کمکت میکنه که بتونی بهتر مورگج بانک بگیری، به خاطر خونه، حالا به خاطر هم چقدر بالا پایین باشه تاثیر آره داره. خیلی تاثیر داره برای ماشین، حتی رو قسط چی میگم ماشینی که میخوای بخری تاثیر داره. و کلا همه چی. تو اینجا آیفون هم اگه بخوای قسطی بخری، اگه کردیت خوب نداشته باشی، کردیت نداشته باشی، بهت آیفون نمیدن. بعد یه داون پیمنت بدی، $300 $400 پول اولیه‌شو بدی حتما تا بهت گوشی بدن. یعنی میخوام بهت بگم خیلی تاثیر داره. واسه همین یه چیزی هم بگم، توی 1-2 سال اول که بچه‌ها که میان، خیلی هم از اون طرف میخوام بگم نگرانش نباشن، چون خیلی استیبل نیستش اولش، هی میره بالا میاد پایین، چون به خاطر اینکه حالا دلیلش هم صحبت کردیم با سوال. آره ما نمیدونیم دلیلش چیه واقعا که میره بالا میاد پایین، ولی فکر میکنیم به خاطر اینکه هنوز نمیدونن چیه. یه ماه هیچی از هیچ کی قرض نکردی، آره. چیز خوبی اتفاق نمیفته و خوب نمیفته، طبیعی خورده کم میکنن که مثلا اشتباه ندن الکی ببرنت بالا. یعنی اینجوریه که فقط اگه وایسی میره بالا. زمان خیلی تاثیر داره ها. یعنی تو هر چقدر بیشتر کریدت داشته باشی خب کریدت میره بالاتر. و امروز هم اپیزود خیلی خوب شد. من صبح کریدتم چک کردم و کریدتم رفته پایین و می‌خواستم اینو به هادی بگم و دیگه من به قول معروف الان اسکرین رکورد رو میزنم. اگر هادی چیزی بخواد اضافه کنه البته بکنه، یا تو هم اگه می‌خوای تموم کنی چیزی رو بگو. فقط همین میگم که واقعا باید یاد بگیریم چجوری باهاش رفتار بکنیم، به خاطر اینکه ما این سیستم رو اصلا نداشتیم. بعد توی کشور جدید که میایم واقعا اگر حواسمون نباشه هم بدهی یه جورایی اضافه میکنیم به خودمون، به خاطر اینکه شما اگه نتونی کردیت رو بدی باید اینترستش رو بدی، بعد بهرهش رو بخوای بدی، خب دوباره از اون ور یه پولی اضافه تر بهت اضافه میشه. یعنی همینجوری توی لوپی میافتی که نمیتونی به این راحتی ازش خارج بشی. یعنی منظورش اینه که اگر خوب استفادهش کنی کمکت میکنه خیلی تا آینده اینترست پایین داشته باشی و اپورتونتی بعد اتفاق بیفته. اگر بد استفادهش کنی هم دهنتو سرویس میکنه هم خرجتو میبره بالا. یعنی یه چیز خیلی خطرناکیه. اصلا خرج که چی، یه بدهی زیادی بعد حتی مثلا 2-3 سال، نه خیلی زیادم، بعد مدت خیلی کمی اگر که حواست نباشه یه بدهی زیادی، مثال میزنم $4,000 $10,000 $15,000 این هی پس ذهنت اضافه میشه و تو استرس میگیری و اصلا از زندگی خود میافتی یه جورایی دیگه، از خرج و مخارج، مدیریت خرج خود، اون چیزی که ما روز اول تو 67 صحبت کردیم هم میافتی. واسه همین خیلی باید مراقب باشید، یاد بگیرید چجوری ازش استفاده بکنید. به نظرم اصلا اینو پول خودتون ندونید. لطفا اگرم بیرون میرید خرج میکنید همون لحظه بالانستون رو چک بکنید و پرداخت کنید به موقع، به خاطر اینکه بعد یه مدت میگم این جمع میشه رو هم دیگه، اون وقت اذیت میشید. دمت گرم. حالا برمیگردیم به کردیت اسکور. آقا هادی جون شما چیزی داری اضافه کن راجع به آمریکا؟ چیز فرقی داره اگه اضافه بکن، اگه نه من بریم توی این بازی که میخوام بعد بکنیم. باش. ببین کردیت اسکور طبق تعریف یک عددیه که به هر هویت، به یک فرد یا حتی بیزینس داده میشه و این عدد اعتبار اون مؤسسه یا فرد حقوقی رو یا حقیقی رو نشون میده. یه عددیه که حالا بازه‌هاش متفاوته، بین 300 تا 900 850 تعریف‌های مختلف داره و وقتی شما به عنوان یه فردی که قبلا هیچ وقت این عدد رو نداشتی میایی، مثلا 500 550 یه عدد اوریجی مال اعتبار فردیه که هیچ اعتبار قبلی نداشته ولی بدقولی هم نداشته و بسته به رفتار شما این عدد میره پایین یا میاد بالا. آمریکا مکسیمم چقدره؟ ببین تعریف‌های مختلفی از مؤسسه‌های مختلفی که خود اسم بردی، 800 بود یه موقع، بعد 880 هست، 900 من دیدم، ولی میگه که بین چه عدد تا چه عددیه. ولی معمولا آره معمولا بعد یه طبقه بندی میکنن، کاتگوری اکسلنت داری و بعد مثلا وری گود داری و اینا. اکسلنت معمولا آدمایی هستن که 780 به بالا کردیت اسکورشونه، 800 به بالا دیگه خیلی اکسلنته و اون ماکسیمومش نمیدونم، من دیدم یه موقع 850 بود، بعد عدد 880 هم دیدم، به قول تو 900 هم شاید باشه. ولی اینجا این عدد تایم میشه، یعنی
وصل میشه به یک برای افراد به سوشال سکیوریتی نامبرشون که شماره ملیه، برای بیزینس ها به EIN یا Employee Identification Number وصل میشه. یعنی این عدد رو شما وقتی میزنی، چه برای بیزینست چه برای شخصت، اسکورت مشخصه طبق تعاریف مؤسسه های مختلف مثل همون اکویفکس و اینا که گفتی. یه جاهایی هم هست که الان خیلی از کردیت کارت ها به عنوان خدمات رایگان کردیت اسکور مانیتور رو هم بهت میدن، یا یه سری مؤسسه ها مثل کردیت کارما رایگان اینو بهت میده و یه ذره اینسایت هم بهت میده که ببینی اون پشت صحنه این ریپورت از چه چیزایی استفاده میکنه. توی آمریکا ما انیوال فری اسکور ریپورت داریم که سالی یه بار میتونی بری انیوال ریپورت تو بگیری رایگان از هر ستای این مؤسسه ها و یه ریپورت خیلی طولانیه. حالا هر چقدر که طولانی تر مونده باشی، تمام به قول تو 7 سال اخیر هر کردیت کارتو که ماهیانه باید پرداخت کنی ماه به ماه هست، تمام قسطای ماشین یا قسط‌بندی‌ها یا مورگیج یا هر چی وامی که گرفتی همشون هست. هر جا که رفتی اپلای کنی، وقتی اپلای میکنی ازت اجازه میگیرن که یه هارد اینکوایری بذارن و برن چک کنن این ریپورت تو. تعداد اینکوایری هم روی ریپورت تاثیر داره. کسی که صبح تا شب هی داره میره در به در این ور اون ور، خب تعدادش از یه حدی میره بالاتر، اسکورش رو میاره پایین‌تر. بنابراین تو اون انیوال ریپورتت میتونی ببینی چند تا هارد اینکوایری داری، چند تا سافت اینکوایری داری، چند تا اکانت داری، چند تا اکانت بسته شده، هر کدوم از اون اکانت های باز یا بسته ماه به ماه پرداخت شدن یا نشدن. معمولا کالر کد میشن، اگه گرین باشه یا سبز باشه یعنی اینکه هم یعنی مثل اوکی مینویسه همش پرداخت شده. اگر دیلی داشتی، 1 ماه دیلی داشتی، 2 ماه دیلی داشتی. و این چیزی که فعلا برای اینکه خلاصه بشه بعد ببینیم بازی تو چیه، بدترین اتفاق اینه که شما قرار آخر ماه یه پولی بدی، حداقل مینیمم پیمنت رو بدی و اونو ندی، میس کنی. از اون بدتر که دیگه تقریبا مرگ قضیه است اینه که 2 ماه پشت سر هم ندی. خب این دیگه خیلی خیلی بده. و حالا اتفاقای بد دیگه ای هم هست که میتونه بیاره پایین، ولی کلا بدقولی مالی، یعنی اینکه شما قراره که پولتو صاف کنی یا یه حداقلی رو بدی و اینو میس کنی، این خیلی خیلی تاثیر منفی داره و ممکنه توی یک کردیت کارتی که سقفش $1000 بیاد $20 $30 این ور اون ور بشه، ولی بعدن که میخوای وام خونه 1-2 میلیون دلاری بگیری، بهره‌ای که بهت میدن یهو 1% این ور اون ور میشه. نگاه میکنی میبینی که در طول عمر اون مورگیج مثلا $300,000 داری ضرر میکنی به خاطر اون بدخولی که داشتی و اون وام خوبی که دیگه نمیتونی بگیری. حالا بریم سراغ بازیت، باز میتونیم برگردیم اینو باز کنیم. چند چیزی که گفتیم میخوام توضیح بدم. یکی این که اگر پولت توی یه چیزی دیر بشه، مثلا پول تلفنت یا پول مثلا هر چی، اگر 1 ماه شد حتما مرگ نیست، به خاطر اینکه خیلی موقع کمپانیا ریپورت نمیکنن. یعنی میاد 1 ماه دیر شده نمیکنه، 2 ماه دیر شده ریپورت نمیکنه، بعد 3 ماه که شد یهو میاد 3 ماه رو ریپورت میکنه. یه سری کمپانی هم مثلا 1 روز دیر شه همون رو ریپورت میکنه، مثلا عوضیه یارو مثلا صاحبش هیتلره. خب این بستگی به کمپانیا داره. 1 2 این ریپورتر رو میتونی هم موقع آنلاین بخریش، پول باید بدی، $20 $30 پول میدی، هم موقع این ریپورت کامل رو بهت میده. ولی اگه ریکوست بکنیش براشتون با نامه بفرسته، برات باید مجانی بفرستن. تو کانادا تعداد نداره چند بار در سال میتونی بگیری، میتونی هر ماه سفارشش بدی، ولی تو آمریکا مثل اینکه 1 باره، اینجوری که فهمیدم. این خواستم 2 تا رو اضافه کنم برای بچه‌ها که اطلاعات بیشتر بشه. حالا من الان اسکرین رکوردمو میزنم. ببین الان کریدیت کارت من ناکن زده منهای 1081، یعنی اینکه بانک به من بدهکاره، چون که من گفتم من همیشه یه پول زیادی میزنم رو کریدیت کارتام که اونا به من بدهکار باشن، که وقتی استفادهش میکنم نباید برم بهشون پول بدم. یعنی چیزی که محمد گفت بعد مطمئن میشی تو حسابت پول هست بعد بری خرج کنی. من کاری که میکنم پول رو که هستم میریزم تو کریدیت کارتم، بخرم کریدیت کارتام خرج میکنم، کریدیت کارتم فقط میشه 0 از منها. واسه همین این کاری که من میکنم. حالا اینجا ببین اگه بری میتونی بزنیم کریدیت رو چک بکنه، میاد میگه قبول کن که ما میخوایم اطلاعاتش با یارو شیر کنیم، میگی اوکی. بعد کریدیت اسکور هم اومده پایین، قبلا 883 بود الان شده 876.
آخه چقدر اومده پایین. دلم کباب شد. آره ورشکست نشی. گفتن الان با هم قهر کنی بگی دیگه نمیخوام با دوست باشم. کی اعلام بانکراپسی و ورشکستگی میکنی؟ من مریضم نکنی. خب ببین این کریدیت من اینه. اینم اون چیزی که حالی داشت میگفت رنگ داره. آره. ببین از 300 تا 692 1 تا 20% جامن، بعد 693 تا 742 21 تا 40%، 743 تا 789 41 تا 60%، 790 تا 832 61 تا 80%، 833 تا 900 81 تا 100%، یعنی 19% اونجا. فکر کنم اینجا تقریبا 70 خورده هستی. آره من همونجا. اینم هیستوری کردیتم 845 بودم آگست پارسال، بعد از 845 اومده شده 876. چی شده در پارسال تا حالا من نمیدونم. حالا این بازی که میخوام با هادی بکنم خیلی جالبه، برای اینکه من همیشه این که اینجا بودم یه سری سوالا داشتم، حتی تو هم تو بازی، که مثلا آقا من الان کردیتم از 876، اگر یه کریدیت کارت جدید بگیرم واسه $100,000 چی میشه؟ حالا این بانکه که من باش دارم یه سیمیولیتر داره، یعنی من میام توی میزنم مثلا سوال میپرسم، میگم کریدیت کارت $10,000 اد شده، بعد بهت میگه از 876 میشی این، بعد تو محمد میپرسم بریم نظرتون چیه، اینجوری هم همه رو میریم بالا پایین، همه یاد میگیریم داستان چطوری بوده، هم میگه واقعیت داره، بانک داره بهمون مستقیم داره بهمون میگه دیگه. اوکی لیتس گو. ما چون قبلا با هم صحبت کردیم، من به نظرم که اسکورت میاد پایین، همیشه میاد پایین، چند تا میاد پایین مهمه. خب سال اول آقا یه دونه کریدیت کارت گرفتم با لیمیت $20,000. کریدیت هم از 876 میشه چند؟ 843. اوکی. البته 20,000 850. 850. به نظر من 4-5 تا پوینت میاد پایین. از 876 میشه 868. آها و خیلی تاثیر 8 تا پوینت میاد پایین. خیلی رفتم. حالا برای اینکه چیز کنیم میگیم اگه $100,000 بود چی ها؟ فقط برای اینکه مطمئن شیم. من کریدیت کارت $100,000 گرفتم. 100,000 مثلا نمیدونم کریدیت کارت $100,000 هست یا نه، ولی آن لیمیتد میدونم هست، $100,000 رو نمیدونم. همونقدر میاد پایین. پس کریدیت کارت لیمیتش مهم نیست، فقط گرفتنش 8 تا ضربه میزنه. پس لاین آف کردیت مهمه ها. آره کریدیت کارت لاین آف کردیت است. حالا لون بگیری، مورگیج میخوام بگیرم $1,000,000. خب $1,000,000 مورگیج، کردیت میره پایین، چقدر میره پایین؟ اگه از همین 876. آره ببین اگه اون شد 68 گفتی قبلی، آره دیگه شد 68. یه مورگیج گرفتم $1,000,000 چند تا میاد پایین؟ بگو مثلا 20 تا میاد پایین، 30 تا میاد پایین، 10 تا میاد پایین. من به نظرم 100 تا میاد پایین. 20 تا میاد پایین اگه اون 20 تا. شما چند تا میگی؟ خب الان اگزیستینگ لونات چند تا لون دیگه اکتیو داری رو اکانتت؟ 2 تا. 2 تا داری و اونا دارن چی میکنن؟ شاید نمیدونم، باز من فکر کنم همون 7-8 تا بیاد پایین فوقش، نمیدونم. 24 تا میاد پایین اگه مورگیج $1,000,000 بگیری. حالا اگه یه دونه ماشین $100,000 بخرم چی میشه؟ خب ببین یه چیزی اون وقت مورگیج مهم نیست چقدر باشه، یعنی $1,000,000 دیگه. نه میگم یعنی مثلا بیشتر از $1,000,000 بگیری کمتر از $1,000,000 بگیری چی؟ هرچی بیشتر بگیری بیشتر میاد پایین دیگه شاید، ولی دیگه مثلا یه دونه 2 تا بیشتر میشن، $2,000,000 مثلا امتحان میشه. میتونیم امتحان کنیم. مثل کردیت نیست پس. نه دیگه چون $1,000,000 زدم خیلی بالا زدم، چون دیگه آره دیگه اکثر مورگیج‌ها رو تقریبا جواب میده. خب حالا یه دونه ماشین $100,000 بخریم چند تا میاد پایین؟ شاید 10 تا بیاد. آره 8 تا. ماشین آره 7-8 چون کریدیت کارت هم 8 تا بود نه؟ تجربه داشتم. آره. اوکی پس ماشین و کریدیت کارت یه تاثیر دارن. به نظرم ماشین بدتر از کریدیت کارته. جفتشون زدیم 8 تا بود دیگه. آره ولی کریدیت کارت یک لاینیه که میتونی پس بدی، ماشین رو دیگه رفت و دیپریشیشن داره. ماشین فقط یه چیز مصرفیه که ارزشش هم میاد پایین. پرسونال لون هم اگه بگیری مثل همون ماشینه، هیچ فرقی نداره با ماشین. خب اونم خیلی بده.
این برای اگه بخوایم چیز جدید بگیریم چقدر تاثیر داره رو کردیتمون. حالا یه چیز دیگه هادی گفتش که اگر بری دنبال کردیت باشی، الان اونه مثلا اگه یه دونه باشه تا 10 تا میتونیم بزنیم، یه دونه رو میخوای بزنم، 3 تا رو بزنم، 10 تا چند تا بزنم؟ چند تا کردیت بگیری؟ نه کردیت چک بشی، هارد چک کنن، هارد اینکوایریز بشی. وقتی هم چک میکنن یه دونه سافت داریم یه دونه هارد. هارد اینه که همه چی رو میخوام، وقتی همه چی رو میخوان یعنی منظور لون جدیه، واسه همین ریپورت میشه که تو دنبال پولی داری، میگی پول میدی. یکی دیگه هست سافته که فقط میخوام آدم حسابی یا نه، مثلا میخوای خونه اجاره بکنی، نه مثلا میخوای کردیت رو $10,000 ببری بالا، چیز کوچولوئه دیگه، اونقدر مهم نیست، دوباره گدایی نیستی، اونا ریپورت نمیشه، به این میگن سافت و هارد. حالا اینجا داره راجع به هارد صحبت میکنیم. مثلا من میذارم 5 یا 4. اگه 4 تا بری این کوایری بگیری فکر می‌کنی چی میشی از 876 چند تا میاد پایین فکر می‌کنی؟ 4 تا بانک برن هارد کاپی رو ریکوست کنن. 860 تا. 4 تا 854 4 تا بانک. آره خیلی بیاد پایین. 22 تا میاد پایین. خب حالا اگه 10 تا باشه فکر می‌کنین چند تا میاد پایین؟ اگه 10 تا بانک برن ریکوست بدن از 854 چند تا بیشتر میاد پایین؟ 876 از منم اگه 4 تا می‌کردم میشد 854. حالا 10 تا باشه چند تا میشه؟ 825 تا 25 تا باید بیاد پایین دیگه. 25 بیشتر وقتی هیچ فرقی نمیکنه همون. جدی؟ آره من همیشه فکر می‌کردم خیلی فرق می‌کنه ولی ببین هیچ فرقی نمی‌کنه. حالا یه سوال، اگه 1 باشه چی؟ خب ببینم یعنی چی؟ یعنی نه یه دونه باشه 7 تا میاد پایین میشه 869. یه دونه باشه 7 تا میاد پایین ولی از یه دونه بری بالا نمیدونم حالا رو 2 یا 3 که این اتفاق میفته، ولی همون 4 تا 10 دیگه یکی بود. یعنی اگه رفتی 4 تا باشه دیگه برو تو خیابون داد بزن یکی به من پول بده. اوکی. ببین اینو میگن که شاپینگ سیزن. مثلا میگه که اگر توی بازه 30 روزه‌ای که چون هر 30 روز یه بار همه اینا ریپورت میشه دیگه، بعضی وقتا 30 روزه بعضی وقتا 60 روز، تو بازه 30 روز پشت سر همه این میری شاپ میکنی، میری با این لندر با اون لندر با این لندر حرف میزنی، برای همینا باندل میشه، یه ایمپکت داره. فکر میکنم دلیلش اون بود. ولی وقتی که مثلا 3 تا الان بگیری، 3 تا ماه بعد بگیری، 3 تا ماه بعدش بگیری، خب این پخش میشه و یه ذره تاثیرش منفی تره. آره این خیلی مهمه، خیلی پوینت خوبی گفتی. آره چون من اینو بک توی هدم این بود دقیقاً که با هم باشه دیگه. آقا سوال بعدی. آره. یه کریدیت کارت داری، زنگ میزنی میگی آقا $10,000 اینو ببریم بالا، تاثیر منفی داره نداره چقدر؟ قشنگ بستگی داره. بعضی وقتا میتونی چونه بزنی که هارد اینکوایری نذارید. نه هارد اینکوایری بذاره. هارد اینکوایری بذاره، اولش میاره پایین، بعد بسته به این که چقدر بهت اعتبار داده و اون اعتباری که داده، چون اعتبار که بهت میده انگار قدرت خرج کردنت زیاد میشه، اما پولی که الان بدهکاری نسبت بدهکاری تو کم میکنه. مثلا الان فکر کن یه بدهی داری 10% کل کردیت داری استفاده میکنی، اگه کل کردیتت بزرگ باشه میشه 7%. این بهش میگن یوتیلیزیشن ریت. یوتیلیزیشن ریت که میاد پایین کردیتت میره بالا. از اون ور یه هارد اینکوایری گذاشتی که کردیت رو آورده پایین. این دو تا با هم تو رقابتن. معمولا اولش این میگه هیچ فرقی نداره، میگه همون میمونه، پس همین که تو میگی اون احتمالاً با هم دقیقاً همدیگه رو صفر کرد. یه اکانتت یه ماه پول ندی برای 30 روز. اینی که هادی گفت همین این فرضمون اینه که بعد 30 روز اونا ریپورت کردن و مونده دیگه و پاکم نکردی و نرفتی دنبالش پاکش کنی. نه این من نمیدونم، من تا حالا برام اتفاق نیفتاده ولی فکر کنم یه چیز وحشتناکی اتفاق افتاد. 736 میشی 130 تا کم میشه، 140 تا کم میکنه. این خیلی وحشتناکه برای 30 روز 140 تا. حالا اگه 60 روز بزنی دیر دیگه بخواد 200 تا بکنه دیگه، حداقل 715 خیلی کم میکنه. اگر 90 روز پول نداده باشی از 876 میشیم 612. واو 250 تا کم میکنه. خیلی 250 تا. از همه بیشتر این تاثیر یعنی یه دونه اکانت تو 90 روز پول ندی اصلا گند زده تو شده تو کریدیت رفته. واو همون 30 روزه خیلیه. مثلا حالا برای تو 800، برای من که 700 اگه 30 روز ندم که میرم تو باقالیا دیگه، میرم در دیوار. نه تمومه، کار تمومه. یعنی یا باید بری التماس اون شرکت‌ها که پاکش کنن، یا
یه دهه زندگی تحت تاثیر. واو. برای همین اولین کاری که آدم‌ها باید بکنن اینه که کردیتو که گرفتی بلافاصله برو پیمنت رو ستاپ کن، برو توی آتو پیمنت. من بعد این همه سال 15 سال تو آمریکا برای تک تک کردیت کارتام توی تقویمم 2 روز قبل از دو دیتشون یه ریمایندر دارم که چک کنم ببینم پیمنت با اینکه رو آتو پی شده یا نه، و اگر به هر دلیلی کانکشن با بانکی مشکلی داشته 2-3 روز قبلش بفهمم و سریع یه کاری بکنم که این ریپورت نشه، و اگرم از اون روز دو دیتش گذشته زنگ بزنم با بانک حرف بزنم ببینم داستان چیه. یعنی انقدر این مهمه که نباید از دستت در بره. سوال بعدی، 7 تا کردیت کارت داری، رو همشون هم بالانس داری، همه رو پی آف میکنی، تاثیرش چیه؟ 876 میشه چند؟ یهو همه رو پی آف میکنی. 886 10 تا میگه میره بالا. آره تقریبا قشنگ میره بالا. حالا بستگی داره که بدهی چقدر بوده، اون پرسنتایل چقدر بوده. پرسنتایل مثلا 10% بدهی و 15 و 20 و 30 و 50 و به 90% بدهی، اینا هر بازه‌ای که میاد یه مقداری میبره بالاتر. بسته مثلا فکر کن اگه رو 50% بدهی داشتی یهو ممکنه 30-40 تا تو رو ببره بالاتر. ممکنه اگه خیلی کم میگه بوده هیچی. 7-8 میگه هیچ تأثیری نداره. چون اگه یادتون باشه تو که برنامه قبلی گفته بودم به محضی که کریدیت کارت رو میگیری تمام کمپانی‌های فاینانشال حدس رو به این میذارن که تو ته بدهکاری. چرا؟ چون اگه من کریدیت کارت داشته باشم $1000 $100,000 خودم میرم یه پیپر باز میکنم، کارتمو میزنم $100,000 اینو چارج کن، پیپر $3000 منو فی چارج میکنه، $97 کش میده تو حسابم. پس تو یک ثانیه تو هر کریدیت کارتی رو، تازه مثلا من باهوشم اگه من خنگ بودم میرم شورت میخرم همه رو، و تو یه ثانیه میتونم همه این کریدیت کارت رو به بی‌ناموس کنم. برای همین بانک‌ها همیشه تو تصور میکنن که اگه تو کارت داری بدهکاری، مهم نیست که بالانسش صفر باشه یا چقدر باشه. ولی پوینتی که هالی داره میگه اگه کریدیت کارتت بالای 65%، اگه $10,000 بالای $6,500 بدهکار باشی، تاثیر منفی میذاره روی کردیتت. ولی اگه یهو همه رو پی آف کنی تاثیر مثبتی نمیذاره. هیچ تأثیری نداره، چون آردی اینا فکر کنم تو همیشه بدهکار بودی، تو تازه حالا صفر شد. یعنی اینو با مال کانادا رو داری سیمیولیت میکنی؟ بله. آره بانک کانادا. مال آمریکا یه ذره تاثیر مثبت میتونه داشته باشه، چون 100% دیدم که فرق تو دوستام اینجوریه. آره یعنی آدما سعی میکنن که مثلا وقتی خونه میخوان بخرن، البته نه ببین ممکنه عدد اسکور تو به قول تو کمتر تاثیر بذاره، ولی مثلا آدما سعی میکنن که کردیت کارتش رو پی آف کنن بعد برن سراغ لندری که خونه چیز میکنه، چون اونو آدم واقعی داره نگاه میکنه. آره تو انسانیت مثلا میگه که آقا کردیت کارتات پرن، میگه مثلا میخوای خونه هم بخری با ما، یا اینکه مثلا نگاه میکنه میبینه کردیت کارتات همه با اینکه وجود دارن استفاده نکردی، اون تاثیر رو میذاره روش. حالا همه کریدیت کارت رو یهو $5,000 میبری بالا، لیمیتشو؟ نه بالانسشون صفر بوده، همه یهو میشه $5,000. باز همون میشه دیگه. آفرین، هیچ فرقی نداره. آفرین. بچه‌ها دیدن تو چیز. حالا اوه میگه تمام اکانتات عقب بیفتن 30 روز، یعنی پول هیچ رو یهو ندی. اگه اون 250 تا زد، نه اون 140 تا زد. آره 140 تا زد، 130 روز. این شد 720. اینم همونه ها. نه همون شد. پس پول یکی رو ندی و پول همه رو ندی یه تاثیر داره. چقدر جالب. یعنی اگه میخوای بری کسافت کاری دیگه برو واسه همش، نگو حالا ستاره خوشحال نگه داریم ستاره ناراحت. آره 680. میتونه یه علامتی باشه که اگه فرد تنهاست، سکته کرده رفته بیمارستان و دیگه هیچ دسترسی به هیچ اکانتی نداره، میدونی این آدم دیگه خطرناکه که بتونی روش حساب کنی و باید بهش اعتبار جدید بخوای براش باز بکنی. اگه همه اکانتاتو 90 روز پول ندی میشه 527. آها اون 90 روزه میشه. آره دیگه خب بازم. بعد من یه دونم زده بودم صبح دیگه بهتون میگم، اگر کنسل کنی قدیمی ترین کردیت کارت تو هیچ تأثیری نداره، اصلا اهمیت نداره براشون. اینم خیلی هی میگن آقا هیچ کدوم نبند، هیچ کدوم از خب پس بیا بزنم بچه‌ها ببینن توی کنسل نکن بابا. اینا که بیا
از 876 میشه 876. هیچ تأثیری نداره. آره اینا خیلی میگن آقا وقتی یه بانکیو میگیری نبند حساباتو، اگر همه رو باز بذار. نه میگم این اصلا مهم نیست دیگه، دیدیم اینجا. خب ببین محمد این برای این سوال تو رو داره سیمیولیت میکنه. آره دیگه من کسی که جدید اومده، ببین کسی که مثلا 20 سال کردیت کارت داره مال 20 سال پیشش ببنده 19 سال پیشش هست، یعنی اصلا تو زمانش خیلی کم نمیشه. ولی کسی که یه سال اومده 6 ماه بعد اولیش هم ببنده یهو استفادهش میشه نصف، میدونی؟ یعنی برای کسی که چند سال اول باید باشه. آره من در خواستم اینو بگم که این مال منه دیگه. این داره میگه الان تو اگه این اتفاق واسط بیفته چی داره میشه. اینا باید خود حساب بکنیم که آره دیگه خب شاید یه نفر دیگه خود ازش بیشتر و پایین‌تر هم باشه دیگه، همین حرفا که زد. مثلا من الان میگم $5000 اضافه کن، خب میره چک میکنه میبینه من اورج کردیت کارتم $50000 میگه خب 10% داره میگه، ولی شاید مثلا کردیت تو $1000 بشه $6000 تاثیر داشته باشه. اینم بعد درصد میگم این سوال بود همشون. و آخرین سوال، یه اکانتت که هر ماه ورمی دارن مثلا مورگیج یا ماشین بره کالکشن. کالکشن یعنی که 90 روز بیشتر شده کمپانی بدهکاری تو رو فروخته به یه کمپانی دیگه ای، میاد میگه این محمد $20 بدهکاره ما پیداش نمی‌کنیم، تو $5 بده به من بدهکاری محمد مال تو، اگه تونسی برو $20 بگی پرشام نکردی $5 ضرر کردی. $5 میگیره بدهکاری محمد رو میفروشه به کالکشن ایجنسی. حالا الان یکی از اکانت‌ها رفت کالکشن چقدر میشه؟ مثل همون بود که 90 روز ندی. دقیقاً همونش میشه 626. 250 تا کم میشه دوباره. پس پنالتی مکسیمم 250. آخه 250 تو باز میشه 626. باز میتونی به زندگی برگردی. 250 من یعنی دیگه باید برم تو خیابون بخوام. این امیدوارم بازیه رو حال کرده باشین. خیلی باحال بود. گفتم که سوالایی داشتیم، میگم یه بانک داره بهمون میگه دیگه، حالا حداقل مال کاناداشو مطمئنیم دیگه، حالا مال آمریکا شاید یه خورده بالا پایین باشه ولی مطمئن باشین یه خود خیلی کم بالا پایینه، چون یه کمپانیه اسمشون یکیه، همون کمپانی که آمریکاست مال کانادا رو رام میکنه. من بعید میدونم اینو مال سیستم دیگه زده باشن اینور، ولی میتونه باشه دیگه، بالاخره کشور فرق داره. امیدوارم آدمایی که میشنون و میبینن اینو واقعا به حرف، ببین یه مثال بزنم. یکی بود رفقاش بهش گفته بودن که ولش کن از این آپارتمان رفتی اجاره ماه آخرتو نده دیگه، الان نمیتونن کاری بکنن که. و اومد بعد یه ماه دو ماه گفت که من باشون چونه زدم انقدرم آوردم پایین ولی دوستان میگن نده. گفتم خب مبادا خام این حرفا بشی و پولشون رو ندی، و میگه که خب فوقش میرن برن از کالکشن ایجنسی بگیرن، ولی اون نمیدونه توی طولانی مدت چه بلایی داره سر خودش میاره، چقدر اعتبار خودش رو لطمه میزنه. با 2000 تا پول یکی دیگر رو ندادن داره آینده چند صد هزار دلاری خودش رو خراب میکنه، خودش رو بی اعتبار میکنه و فکر میکنه که برنده شده اونجا 2000 تا نداده. مبادا من باشم همیشه سعی میکنم که اعتبارم. شما اینو میگی، من سلفون $30 دیدم نداده، گفت رفتم اینجا گفت بهم یه آیفون هم میده، با اینا ساین اپ کردم اون یکی اصلا جوابشو ندادم. بس سر $30 می‌خواستیم مورگیج بگیریم، یارو مورگیجش از بین رفت به خاطر $30 که 4 سال پیش بود تلفن نداده بود. بعد بهش میگم احمقی سر $30 میگه فکر کنم دیگه ولش می‌کنی چیکار می‌خوام بکنم. یعنی اینم منطق ایرانیایی که میان این تو این منطق میان که اگه من جواب ندم دیگه دهنشون سرویس. نه دهن شما سرویس. آره میگم آفتاب دزدی نکنی. بانک بیفته دنبالمون چیزی نمیشه. نمیاد بگیرتمون. آره بعد یه چیزی که خیلی جالب من یاد گرفتم، اینم میخوام بگم آخرین چیز چون خیلی جالبه. یه یارو بود پول نداده بود 3 سال به هیچی، خب بعد برگشته بود میخواست یهو آدم شه، بعد میخواست بره پول همه رو بده. بعد وکیل بهش گفت این کارو نکن. گفت چرا؟ گفت چون اون روزی که تو رفتی تو کالکشن اون روز جریمت شروع شده واسه 7 سال. اگه الان بری پولاشون رو پس بدی همه امروز ریپورت میکنن پولو پس داد ولی دزد بود. به خاطر همین دوباره از امروز ریست میشه، پولت رفته 7 سال هم از امروز دوباره شروع میشه. الان اگه پول ندی پولت تو جیبت میمونه 4 سال هم بیشتر نباید تحمل کنی تا اینو همه پاک شه. بعد من این ادوایس رو به یکی از رفیقام دادم که همتون میشناسینش و این دستشو نمیگم.
و اونم همین کارو کرد، پولو نداد، هیچ کاری نکرد، چون آردی 3 سال پول نداده بود و آردی همه چیش به هم ریخته بود و وقتی که این کار کردن 4 سال بعدش همه چیش درست شد. ولی شاید 10 بار از من واقعا تشکر کرد که دود اگر تو این کار نکردی من انقدر پول داده بودم و داره 3 سال دیگه هم باید تو باقالیا میخوابیدم. همینجوری هم باید پول میدادم. اینم یه چیزای جالبی میگم. خیلی فکر نکنید که مثلا کردیت دیگه یارو میشنوه میگه خوبه یا بد، خیلی کامپلیکیتده، یعنی انقدر سیستمشون جالبه و اطلاعات کم بیرون تو خودشون نگه میدارن. مثلا اینو دیدم امروز باورم نمیشد این سیمولیتر است، چون من واقعا 20 سال سوالم این بود که آقا من کاری که 10 دلار ببرم بالا چی میشه، بعد خودش میپرسی میگن نمیدونیم، یعنی از خود بانک بپرسی چی میشه میگه نه خوبه. دقیقاً همونجوری که از محمد و هادی میشنیدیم دقیقاً همینجوری جواب میدن، یعنی چون منطقی بهت میگه باید بره بالا بره پایین، تو چی میدونی. این واسه من امروز دیدم گفتم بس کیس که اینو بازی کنیم و جواب دقیق بگیریم. آره خیلی باحال. خیلی حالا و امیدواریم بعد از این محمد بره به طرف 800. آره امیدوارم. آره حالا من چون ماشین دارم یه خورده اوضاعم بهتره دیگه، از یه حدی پایین نمیام، یعنی چون قسط ماشین رو هم میدم. یه چیزیش خیلی به وقت لازمه، یعنی هیچ بچه 20 ساله تا 30 ساله ای نمیتونه 800 باشه، باید 30 سال به بالا باشی تا مثلا بری تو 800. اینم هست، یعنی تازه اومدی تو 20 سالگی زنگو من چرا تو اینم هست. آره تو یه سال اصلا اونقدی بالا نمیره، این هیستوریش هم خیلی مهمه. دکتر بگو. بفهم. ببین من یه چیزی بگم در مورد اینکه من به کردیت کارت چجوری نگاه میکنم، امیدوارم به بقیه هم کمک کنه. به کردیت کارت من بهش به عنوان یه چیزی نگاه میکنم که از بانک بتونم یه سودی بگیرم با خود کردیت کارت، یعنی یه وسیله‌ای باشه به جای اینکه با دبیت کارتم با نقد بخرم از اون استفاده کنم که یک سودی ببرم، نه اینکه یه پولی بدم. مثلا چجوری؟ مثلا ببین هر فروشگاهی که با کردیت کارت کار میکنه 3% کردیت کارت کمپانی اون فروشگاه رو داره شارژ میکنه، بنابراین جنس آلردی 3% گرون هست. خب و اون داره به ما گرون میده اینو. حالا من اگه با کردیت کارت دارم میخرم، بعضی از کردیت کارت ها میان به مشتری مثلا یه حالی میدن، میگن 1%، 2%، 5% بهت کشبک میدیم بابت اون خرید. مثلا آمازون میگه با کردیت کارت من که مال چیسه بخری 5% به تو کشبک میدم. فلان کردیت کارت برای ترافل داره بهت پوینت میده. خب بنابراین من کردیت کارتامو بیام یه جوری استفاده میکنم تو کاتگوری‌های مختلف که کشبک بگیرم، یعنی بابت استفاده یه مقدار از اون پول و سودی که قبلا رو جنس کشیده رو به من پس بده. این دکتر آیکیوش بالاست، 99% آدم‌ها کردیت کارت $5 بهت کشبک میده، بعد $500 یه ماه بشیش باید میکنه تو پاچه تا آخر عمرت، دیگه $5 جمع کنی $500 نمیشه. اینم داشته باشی. بگو یه مثال قبل اینکه بریم جلو، اون 500 چجوری میکنه تو پاچش، ببینم چه تو پاچه منم رفته حواسم. نه همین که مثلا اینترستشو نمیده یا یه چیزی میخره میذاره عقب، همون کاری که کردیت کارت، یعنی امیدش که تو به اون 5% داره پس میده. اوکی پس از ادامه بدم صحبتم. بنابراین من به عنوان یه چیزی نگاه میکنم که با خریدش یه مزیتی بگیرم، با ریفرالش، با 1000 تا چیزی که آفرایی که میده، اما هر ماهی که میگیرم 100% رو آخر ماه که میاد پس میدم. من هیچ وقت با حداقل پول رو نمیدم که یه چیزی کری اوور کنه ماه بعد بهش اینترست بدم. چرا؟ چون این اینترست ها به طور وحشتناک و عجیبی بالاست. 20% یهو APR. خب 20% سود سالیانه خیلی مرگباره به نظر من. خب و تو اگر که این پول رو نداری که این ماه میخری ماه بعد بدی، من به عنوان پول نداشته، همون چیزی که محمد اولش گفت، بهش نگاه میکنم. این پول من نیست. من الان اگه مثلا لیمیتامو نگاه کنی ممکنه $300,000 در ماه مثلا کردیت داشته باشم. خب ولی من میدونم اگه ته بانکم 4000 تاست، بیشتر از 4000 تا خرج نمیکنم، چون اون پول من نیست. چون ماه بعد شما فقط اون لحظه باید نگاه کنی به ماه بعد من چه اینترستی باید بدم از کل داراییم باید بیشتر. برای همین میگن اگه تو خونه بیل گیتس رو به ما بدن، بفروشن، مفت بدن به ما چند ماه بعد ورشکستیم، چون پول پراپرتی تکسشو که باید بدی. پول باغونه نداریم. ببین من تو فقط از صبح تا شب داریم شیف میکنیم. واسه همین با این کارا پولدار نمیشه شد. و کردیت کارت رو به عنوان وسیله استفاده کنی که ازش مزایای مالی بتونی بگیری فقط خوبه. در غیر این صورت مزیت دیگه ای نداره و اگر این منتالیتی رو نداری میتونه بسیار خطرناک باشه. همجور بدهی رو بدهی اضافه میشه و میتونه منجر به ورشکستگی مالی بشه.
ببخشید، حالا برای اونایی که مسئولانه دارن خرج میکنن، تو هر چقدر که اعتبار و قدرت خریدت بیشتر باشه برات خوبه، چون درصدی که داری استفاده میکنی یوتیلیزیشن ریت میاد پایین. خیلی از کردیت کارت ها هر 6 ماه یه بار به تو اجازه میدن که اینکریز کنی لیمیتش رو. معمولا اون اوایلی که من شروع میکردم هر 6 ماه یه بار یه اسکیجول اکسل داشتم، قشنگ زنگ میزدم، منم داشتم 6 ماه یه بار اینو میبردم بالا. اولش دیگه چون من اولی که اومدم آمریکا کردیت کارتی که به من دادن $300 لیمیت داشت و $300 منو از من کش گرفت، قفل کرد تو اکانت و از پول خودم به من کردیت کارت داشت. میگفتن نمیدونم یه چیزی میدادن به دانشجوها اون موقع، یعنی انقدر کم بود در ماه $300 گارانتید کردیت کارت. اسماعیل میدونم کدوم میگی. آفرین. و با همین 6 ماه و به اعتبار خوب و اینا شاید مثلا تو 10 سال رسید به $150,000، بعد $200,000، بعد دیگه اصلا انقدر بالا رفت که الان دیگه من هر 6 ماه بار زنگ نمیزنم بیشترش کنم، چون دیگه از الان به بعد خطرناکه. اگه یه لحظه یکی دیگه بدزده ممکنه خطرناک باشه. من که اومدم من خب 17 سالم بود دیگه، من بعد 19 سالم شو کریدیت کارت بگیرم. بعد اون موقع سیستم ها هنوز خیلی ادوانس نبود، یعنی مثلا تو به یک کمپانی ریکوست میدادی تا بخواد بره به اکویفکس بگه یه 2-3 روز طول داشت. خب بعد من نشستم راجع به این موضوع فکر کردم، گفتم خب کاری که میکنم 19 سالم که شد تا چند ماه نمیگیرم، تا 5-6 ماه نمیگیرم که اول نشون میده خب این یارو نیومده راید اوی بگیره. بعد 5-6 ماه روز جمعه تو 6 تا وبسایت کردیت کارت اپلای کردم که من کردیت کارت میخوام. بعد همشون بهم دادن. و اون موقع وقتی تو اومدی این بود 300 بود، وقتی من اومدم اگه یه آدمی می اومد که چاغال بود بهش 1000 میدادن. میگم اگه ما به یارو اعتماد داریم 1000 میدیم، اگه بد بود میگیم آشغالیه، اگه خوب بودم که میگیم خوبه. دیگه الان انقدر پرو شدن میگن پولتو بده $300 میشن نمیدی. ولی اون موقع 1000 بود. و من که اون موقع چاغال بودم اپلای کردم 6 تا $1000 گرفتم. سعی روز اول $6,000 کردیت کارت داشتم. بعد سعی کارتام هم جدا کردم، گفتم این کارت واسه اینه، این کارت واسه اینه اینا. بعد دیدم 3 تا از کارتا از یه بانک اومده. ولی دیپارتمنت‌های متفاوت بوده، با هم رقیبن. ولی مثلا یکیش مثلا مال پرواز، یکیش مسترکارت، یکیش ویزا. زدم به بانک گفتم آقا من از شما 3 تا کارت دارم، میشه 2 تاشو ببندی کریدیتشو بندازی رو اون یکی؟ بعد فکر کنم الان میگه نه مگه مسخره بازیه. گفت آره نو پرابلم. و 2 تا اکانت ها رو بعد انداخت روی یه دونه از اون کارتا که پول پس میداد. بعد دیگه همون روز اول مثلا من ظرف مثلا 4-5 ماه یه کریدیت کارت گرفتم $3,000. بعد هر کی میدی دیگه گنگش بالا بود $1,000 داشت و من 3 تا $1,000 داشتم، یه دونه $3,000. گفتم چه جوری تو گرفتی؟ ولی کار کرد واقعا. پنجشنبه یعنی جمعه ریکوست کردم، اونا جمعه پروسسش کردن، دوشنبه ریپورت کردن به اون کمپانیا تا کمپانی بفهمه و آپدیت بکنه. سه شنبه بود تمام اینا، دوشنبه ریکوستشون کرده بودن، هیچی نبود واسه همین، فقط زده بود هی اینکوایری زده بود، اینکوایری داره میدونی، ولی دیگه چیزی بالا پایین نمیره، همه چیز صفر بوده، همه دادن. خیلی حال داد. سیستم اینا رو موقع هک کردم. ایوه. الانم که میگی برای بچه، یعنی برای اونی که سنش از یه حد مثلا 19 و اینا نمیتونه داشته باشه، من برای بچه‌هام این کارو کردم که حالا مثلا authorized user بعضی از بانک‌ها با سن کاری ندارن، میای با مسئولیت خودت آتورایز میکنی، به هر حال اسم اونا میچرخه، وقتی که به اون سن قانونی میرسن تاثیر مثبت داره. یا تین کردیت کارت میگیری براشون، دبیت. با این کارا با اینکه رسمی نیست ولی اینفورمالی داره اسمشون میچرخه که بعداً وقتی بزرگ شدن بتونن اعتبار بیشتری باش تو شروع کار بگیرن. حالا اینی که تو میگی من اینو یاد گرفتم که آگه اینی که میگه کریدیت کارت که میگیری میگه میخواد کسی دیگه هم خرج کنه، بعد فقط فرست نیم میخواد، لاست نیم میخواد، یه امضا. تنها سوالی که میپرسه همینه، اسمش چیه، فامیلش چیه، امضا کن که به این کارت بدیم. بعد کارت میاد. و من دوستام رفته بودن تصدیق فیک گرفته بودن که برن کلاب، چون ما همه 18-17 سالمون بود. بعد کلاب 19 ساله بود دیگه، همه فیک آیدی گرفته بودن. بعد کلابا اون موقع گفتن 2 تا آیدی بده. و مثلا چه میدونم دوستم سامی اسمش بود مثلا گانزالس، خب من به اسم همه اینا گانزالس هرچی بود کریدیت کارت براشون میگرفتم سکند یوزر. بعد که میومد زنگ می‌زدم گفتم کارتو کنسل کنین. کارتو کنسل می‌شد ولی کارت وجود داشت دیگه. بعد اینا که میرفتم اونجا این گانزالس رو میداد، میگفت سکند آیدی کریدیت کارتشو میداد. هم که کریدیت کارت رو میکرد خود کریدیت کارت بعد 19 سال بود که کریدیت کارت بگیری دیگه. این دیگه بعد همه میرفتن تو.
و خودم از این خوشم اومده بود دیگه، واسه خودم کارت چرت و پرت می‌گذاشتم، می‌زدم سکند یوزر مثلا جکی چان، می‌زدم جکی چان بزن و کارت میومد با کارت جکی چان میرفتم خرید می‌کردم. مثلا دوستا گفتم کارت جکی چان رو من دارم، مثلا سویل دودول طلا، نمیدونم مثلا سویل کون کن. آخه مسخره بازی تو بانک هم دیگه، یعنی با کردیت کارت کسی تا حالا مسخره بازی در نیاورده دیگه یزیده تو، یعنی با بانک هم شوخی با کردیت کارت شوخی. چی کارشون داشتی حالا؟ 6 تا که اولش گرفتی بعد دوره تفرش هم که اومد. خیلی خوب بود. آره واقعا چه دهنی ازشون سرویس کردم، هم برای فیک آیدی استفاده کردم، هم سرشون رو هکشون کردم کریدیت 6 تایی ازشون گرفتم روز اول. خاک برسم. دمتون گرم بچه‌ها. چیزی دارین آقا اضافه کنیم یا بریم؟ نه دیگه دمتون گرم، مراقب باشید. چاکس. نه خیلی خوب بود، مرسی.